0 تا 100 تبدیل موتور XU7 به XUM و تمام سوالاتی که در مورد این نوع تبدیل به وجود میاد. سوالاتی که به وجود میاد، اول این که اگر ما بخوایم میلسوباب XUM رو بندازیم، آیا سرسم باید باز بشه، به جای سرسم تراشکاری داده بشه؟ نه، هیچ کدوم از این نیازی نیستش. شما میتونید بدید که سرسم رو باز بکنید در صورتی که دود آبی نداشته باشید، مشکلی از قبل نداشته باشه. میلسوباب رو عوض میکنید، نشیمگیری میکنید، کار تمام میشه. تو قسمت برقی سوال بعدی که هستش، آیا باید سیم کشی تبدیل بشه یا کل سیم کشی نیاز به تغییرات داره؟ این تو بیس سیستم ECU این خودروها نسبت به ECU سنسور زاویه رو شما نیاز هستش که پین 2 و 3 رو جابجا کنید تا این به شما اون سیگنال رو بده. ولی از بابت بقیه تغییرات هیچ تغییری نیازی نیست انجام بدید. فقط یک مقدار باید سیم سنسور مپ و سنسور استاپر رو و سنسور زاویه رو بلندترش کنید. الباقی شلنگ ها مثل شلنگ های بخار روغن قابل نصب هستش. شلنگ بوستر رو باید اضافه بکنید، سیم گازهاشو باید عوض بکنید. لوازم مصرفی که عوض بشه، ریل سوختش هست که باید عوض بشه، به علاوه این شلنگی که سوخت و وصل مونده به ریل سوخت. همه این پک هایی که گفتم حدود 20 تا 25 اسب خودتون اضافه میکنه. توی این نوع خودرو بهترین بازه رو از نظر زمانی و از نظر مالی همین پک تبدیل XU7 به XUM هستش.